روزی ششم عید سعید فطر، یعنی روزی ششم یکم روزی شوال و نماز ساعت 6:30 نماز عید سعید فطر و مسئله های جاری که به تفصیل من به شما ذکر کردم. یک مسئله دیگر که میخواستم با سمع شما برسونم، تمام مسجدهای جامع و 5 وقته کمیسیه آداب، ما کمیسیه آداب تأسیس دادگی هستیم. کمیسیه آداب در عرفه عید تا پراکنده شدن مردم در مسجدهای جامع فعالانه کار کنند. دیده ایستادیم دیروز هم بود یک ترکیش در ایرپورت استانبول، زیاده از چند نفر، زیاده از 20-30 نفر. یعنی باید همون کمیسیه خیلی فعالانه شب روز باید نظارت کند و همه حرکتایی که می شود در مسجد دویم زیر نظارت بگیرن. خداوند حفظ کند، لیکن ما باید احتیاطمند باید باشد. یک شب پیش از عید نوبتچی ها شبها بیستن، بیدار بیستن، خواب نکنن، نظارت کنن. یعنی 3 نفر حداقل اون شب رو بیدار نظارت کنند و تمامی حرکت رو زیر نظارت بگیرند. کامیرا رو پیش از عید، پیش از نماز، پیش از روزی عید متخصص رو بیارید یک بار دیگر ببینند، بسنجند که فعالیت کاریشون یک چند روز پیشتر بگذار او دائمی هست، دائمی فعالیت میکند، لیکن تکرارا متخصص بیاین ببینند که ثبتش، فعالیتش همش جو به جو باشد که اون پرابلم نشد، تمامی حرکت رو ثبت کرده گیرد. برای قبول شدن قرار شورای علما میخواستم که اعضایان شورای علما آواز دهم. مقابل بی‌طرف شکست نیست. سلامت باشید.